اگر فقط یکی از این 5 ذهنیت حیوان را وارد زندگیت کنی، ممکن است مسیر رشدت کاملا تغییر کند. حیوانات در طبیعت برای بقا و پیشرفت رفتارهایی دارند که انسان‌ها می‌توانند از آنها درس بگیرند. امروز قرار است یاد بگیری چگونه مثل شیر شجاع باشی، مثل عقاب بلند پرواز و مثل مورچه هرگز تسلیم نشوی. سلام، شما به ذهن پلاس گوش میکنید، جایی که با هر اپیزود یک قدم به سمت نسخه بهتر خودمون برمیداریم. ذهنیت این 5 حیوان رو یاد بگیر، دیگه هیچ چیزی نمیتونه جلوی رشد تو رو بگیره. 1. ذهنیت کوسه. اگر یک کوسه شکار کردن رو متوقف کنه، میمیره. حرکت یعنی بقا. موقعی که یاد گرفتن، تمرین کردن یا ساختن خودتو متوقف کنی، پایان کارت شروع میشه. 2. ذهنیت عقاب. عقاب فقط روی یک هدف قفل میکنه و حواس پرتی ها رو نادیده میگیره. این یعنی تمرکز خالص، اونم از صدها متر بالاتر از زمین. 3. ذهنیت بایسون. وقتی طوفان میاد، گاوها فرار میکنن، اما بایسون مستقیم به سمت طوفان میره. چون این کار باعث میشه زودتر ازش عبور کنه. وقتی از درد، مسئولیت و مشکلات فرار میکنی، فقط باعث میشه مدت بیشتری رنج بکشی. 4. ذهنیت روباه. روباه حیوان خیلی قدرتمندی نیست. ولی پس چطور زنده میمونه؟ چون خودش رو با شرایط وفق میده. فکر میکنه، محیط اطرافش رو بررسی میکنه و در نهایت تصمیم مناسب میگیره. بعضی آدم‌ها سالها سخت کار میکنن ولی به هیچ جا نمیرسن. نه چون تنبل بودن، بلکه چون کارشون هوشمندانه نبوده. سخت کار کردن لازمه، اما اگه هیچ وقت برای فکر کردن وقت نذاری، ممکنه سالها از عمرتو صرف بالا رفتن از کوه اشتباه کنی. 5. ذهنیت مورچه. ذهنیتی که هیچ کس جدی نمیگیرتش. مورچه ها منتظر نمیمونن که انگیزه پیدا کنن. فقط آروم، مداوم و خستگی ناپذیر کارشون رو انجام میدن. بعضیا 3 روز با تمام قدرت شروع میکنن و بعد ناپدید میشن. این اسمش انضباط نیست. انضباط واقعی خسته کننده است. یعنی وقتی هیچ کس حواسش بهت نیست یا هنوز هیچ نتیجه ای نگرفتی، بازم ادامه بدی. تو بیشتر به کدوم ذهنیت نیاز داری؟ کوسه، عقاب، بایسون، روباه یا مورچه؟ اگر به رشد فردی و ذهنی خودت اهمیت میدی، کانال ذهن پلاس رو سابسکرایب کن.